یکی از اجزای ثابت سیرک انتخابات نظام ولایت یه پدیده به اسم مستند انتخابات. این یعنی تلویزیون حکومتی به هر کدوم از کاندیداها 25 دقیقه وقت میده که یک مستند که از قبل کار کردن رو پخش بکنه. منطقاً خب هر کسی باید توی این مستند از همه ثانیه‌ها و دقایقش استفاده بکنه تا به قول معروف اون رزومه کارش رو ارائه بده، کارنامه‌اش رو ارائه بکنه. مثلا بگه که چی بلده، چه کار کرده و اینا. این کاندیداهای رژیم که خب کارنامه از این چیزا ندارن که، بنابراین همه ی نیم ساعت رو پر کردن از شعر و شعار توخالی و پوچ و مضحک و زدن زیرا به بقیه. حالا این وسط یکی از اونا یعنی قاضیزاده هاشمی اومده ابتکار بزنه، به جای مستند یه فیلم کوتاه بازی کرده، یعنی خودش رفته به عنوان بازیگر نقش خودش رو توی این فیلم بازی کرده. حالا اینکه نتیجهش چی شد رو صالح برامون توضیح میده. صالح، آیا واقعا این طرف رفته نقش خودشو بازسازی کرده یا مثلا هدف دیگه‌ای داشته؟ والا ببین مسعود، یا اینو بهش یا کسایی که بهش گفته این کارو بکن، اینم خوش باور کرده که این کار خوبی میشه، یا این حالت بوده، یعنی یه بهش گفتم بکن، اینم فکر کرد چیز خوبی میشه رفته انجام داده. یا اگر نه ایده خودش بوده، واقعا باید بگیم که تو حماقت یک برتری جدی به نسبت بقیه داره. چون این چیزی که درست کرده نه فیلم سینماییه نه فیلم کوتاه، یه چیز نیم ساعته 25 دقیقه‌ایه، ولی هرچی از قطعا مستند نیست، یعنی میشه گواهی داد چون همش نمایشه، یعنی از اول تا آخر داره فیلم بازی میکنه. بعد کل این فیلمش یه 3 تا سکانس اصلی داره، یه سکانس تو بیمارستانه، یه سکانس توی اتاق کارشه، یه سکانس هم توی با خونه مادرشه. 2 تا سکانس هم این وسط تو ماشین و این منورم داره. ولی فصل مشترک همه این سکانس‌ها اینه که خیلی این طرف تک و تنهاست، یعنی هر جا که نشونش میده چراغا خاموش، تاریک، دلگیر، اینم تک و تنها نشسته داره با خودش فکر می‌کنه تو عوالم خودشه. یعنی برای ضبط یه مستند نتونسته چند نفر هم فکر خودش جمع کنه که این فیلمو درست کنه. دیگه برسه به دولت و کابینه و این حرفاش. بعد یکی دیگه از نکاتش هم اینه که خودش جا به جا توی فیلم توضیح میده که من 2-3 ساله دارم با چند تا کارشناس، با گروهی از کارشناسا کار میکنم، برنامه دارم، ولی تو کل این فیلم تو یه شات از این کارشناسا نمیبینی. یعنی بالاخره اون کارشناسا دیگه با کارگردان کیا بودن، چی فکر کردن، چی در آوردن، نه از کارشناسا تصویر نشون میده نه از برنامه چیزی هستش. بعد کلا علاقه زیادی به اسلو موشن داره، یعنی کل فیلم نصف بیشترش شات اسلو موشنه. انگار که مثلا 10 دقیقه فیلم داشتن می‌خواستن یه کشش بدن، همینجوری کنش 25 دقیقه فیلم. یه تصویر بگیریم ازش، اسلو موشن رو ببینیم. اسلو موشن رو ببینیم. حضرت آقا اینجا میگن البته اگر انقلاب اسلامی نباشد جمهوری اسلامی هم نخواهد بود. به مصنوعی ترین شکل تلاش میکنه که نقش خودش رو توی اون صحنه که تصمیم گرفت که رئیس جمهور بشه نشون بده. این صحنه‌ش هم جالبه. جالب اینه که از بازیگری هم فقط فوت کردن رو یاد گرفته. یعنی منم این اسپانسر جلب توجه منم که همش آه میکشید و فوت میکرد. حالا این تیکش هم ببین، فوت کردنش هم چیز جالبیه. توپ فوتبال اگه میکردی باد میشد. مثل اینکه کارگردان بهش گفته هر وقت میخوای طبیعی باشی یه بار نفس تو بده بیرون. این هم دائم همش اینجوری میکنه که خیلی مثلا بخواد ریلکس خودش رو نشون بده. کل فیلم از اول که شروع میکنی نخنباتی داره. نخنباتش هم اینه که این نفر توی فیلم تو جنگ بیسیمچی بوده، بعد بیسیمچی هم خوش تکی نبوده، با یه بیسیمچی دیگه بوده که اونها یه جای بمب میخوره، اون مرده، این زنده مونده. بعد تمام فیلم حرفا و پیام‌های اون هستش به این یکی که اونه که میرسونتشون به رئیس جمهور شدن. اینم ببینید.
امیر حسین امیر حسین امیر حسین امیر حسین. یادت پرتاب شدیم رو هوا، رو آسمون؟ یادت چی دیدیم توی اون تونل نور؟ اگه اینا رو یادت نیست، این جمله که یادته. اگر نمیدانی به کجا میروی، به جایی نخواهی رسید. چقدر این جمله فکر شده بود. می‌دونی اگر نمیدونی به کجا میری به جایی نخواهی رسید. کلی سناریستاش فکر کردن به اینجا رسیدن. تو پرانتز ببخشید وقتتون میگیرم، ولی این نکته هم هست که قاضی‌زاده متولد 1350 شرکتش در جنگی که سال 67 خمینی دستشو بالا کرد، یعنی حتی اگه فقط آخرین روز جنگ هم رفته باشه باز زیر 18 سال بوده. این خودش سند افشاگری اعزام کودکان به جبهه‌های جنگ است، حالا بماند. اونو که دیگه پذیرفتن دیگه. بله. یکی از همونا بوده که رفته تو جنگ و اینا، تو بچه سال بوده. بعد حالا اینجا که الان که فهمید که میخواد به کجا بره، در سکانس بعدی پیام اصلی فیلم اینجا توش خلاصه میشه. حالا میدونی میخوای چی کار کنی؟ میخوای رئیس جمهور بشی؟ واقعا؟ این چشما رو که بس تصمیمشو گرفت. یعنی 6 7 دقیقه فیلم که میگذره تو الان هیچ چیزی گیرت نمیاد این فیلم. همش فقط همین گیرت آورد که این میخواد رئیس جمهور بشه. بعد تو سکانس بعدی میخواد ویژگیاشو بگه. میره توی یک صحنه درست کردن با چند نفر مثلا همکاراش که میخواد بگه من چقدر دنبال شفافیت هستم. آقای حبیبی این چیه؟ چرا حرف من در توسعه عدالت شما حذف کردین؟ دکتر با این زمین سوخته‌ای که دولت داره تحویل ما میده اصلا امکان تامین مالی 350,000 میلیارد تومان نیست. عزیز من، مردم حق دارن بدونن که کلاشون برداشته شده، حق دارن بدونن 12 میلیون تومان به ازای هر نفر جیبشون زده شده. وظیفه دولت شفاف سازیه، مردم باید بدونن. حتما هم میشه درستش کرد. من که مخالف سانسور کردن هستم، حلقه اطراف من حذفم میکنن. سکانس بعدی هم جالبه. الو سلام بابا. سلام بابا، چطوری؟ حالم که خوبه. تو جلسه نیستین؟ نه، چی شده؟ بابا پس کی این مملکت درست میشه؟ درست میشه. آخه کی؟ سیاست‌های اجرایی باید عوض شه. پس به دوستان بگم بابا میخواد بیاد سیاست‌های دولت رو عوض کنه. اون وقت همه چی درست میشه. معلومه من به تنهایی نمیتونم درستش کنم. باید بهم اعتماد بشه. شما جوونا باید بیاین میدون. توی سکانس بعدیش میتونی مافیای خودرو، میوه و گوشت و مرغ و این دیوونه‌ها با خودش داره صحبت می‌کنه تو ماشین. این صحنه خیلی جالبه. جنگ با مافیا حساب کتاب داره. بعد من مشتمو باز کنم، بذار رئیس جمهور بشم بهت میگم امیر حسین. یعنی کی حاضر میشه آخه اینو بیاد توی فیلم اجرا کنه که من مثل دیوونه‌ها تو ماشین دارم با خودم صحبت می‌کنم، بعد داره از اون دعوا می‌کنه. بیسیمچی مورد با خودش برام دعوا می‌کنه. تازه اوج مستند سکانسی که میره پیش مادرش دیگه، هر چی حرف نگفته تا حالا داشته تو مستند اونجا میخواد همه حرفا رو سرجم بگه. تو سکانس اول میبینیم که برای مادرش غذا میاره. خب بفرمایید خورش تاش خانم. دست درد نکنه. دستون درد بشین سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. شما که دارید دیگه برنج. یعنی تا اینجا فهمیدیم که آشپزی هم مثل که بلده، چون قرمه سبزی آورد برای مادرش، بعد خودش رو زمین میشینه، مادرش رو صندلی میشینه. اینا دیگه خیلی پیام‌های نهفته توی این تصویره. خب امیر حسین راستشو بگو برای چی اومدی؟ من که میدونم اومدی ثبت نام کنی برای رئیس جمهوری. کار خیلی سنگین و سختیه، مشکلات زیاده. تو آیا میتونی قول بدی که تمامی مشکلات رو حل کنی؟ این همه دوربین آوردن تو اون خونه گذاشتن، مادر هنوز نمیدونه مثلا این برای رئیس جمهوری برای چی دوربین آمد تو خونه‌اش کردن. آره، نورپردازی کردن. خب ببینم کلی شاتای مثلا اینسرت گرفته وسطش، این نگاه میکنه داره فکر میکنه مثلا اینا. تا انجش مادره خودش بهتر بازی کرده حقا. آره حالا اون دیالوگش رو قشنگ‌تر حفظ کرده. حالا ببین جواب این جالبه. نصرت الهی هست، کمک خدا هست. ما انشالله که نیتمون خیر انجام وظیفه میکنیم. انشالله به نتیجه میرسه انشالله. من مطمئنم. آیا خیلی از چیزا باید بیستی؟ واقعا میستی؟ درستش میکنم. با کمک خدا و مردم درستش میکنم انشالله.
یعنی کل پاسخی که داره هم سیاست ایشالله ماشاءالله، یعنی این همه مثلا برنامه که داره تو تابلوش که چی نیستش، تو حرفم که میخواد بزنه میگه ایشالله همه چی درست میشه. یعنی بعد اینجا باور کنیم و جالب اینه که مادر باور میکنه الان. مادر قانع میشه با همین ایشالله ماشاءالله، مادر قانع میشه که پس این رئیس جمهور خوبی میشه. خب حالا که اراده کردی که به اراده پروردگار قدم برداری و خدمت کنی به خلق خدا که بزرگترین عبادته، منم راضیم. تمام. یعنی این تا حالا از همه فیلترها رد شده بود، از فیلتر شورای نگهبان رد شده بود، مونده بود که مادرش هم تایید صلاحیت کنه که الان مادرش هم قبول کرد. آخر همین صحنه یک سکانسی که فوق العاده توش استعاره‌های پیچیده‌ای نهفته است. خیلی‌ها سر سفره انقلاب نشستن که این دوره باید تکونده بشن ان شاءالله. با این استعاره می‌خواست بگه که مثلا می‌خوام دست آدم از سفره انقلاب قطع کنم، ولی یک حرکت فوق‌العاده احمقانه‌ای برای این کار انتخاب کرده. آخه کی سفره رو روی فرش خالی می‌کنه؟ همه غذا ریخت. اصلا نگاه مادر رد صلاحیت بود. یعنی نگاهی که مادر بهش کرد با اون غضبناکی، تو چرا این کارو داری می‌کنی با خودت؟ من تو پرانتز بگم من احساس می‌کنم شاید این فیلم آگاهانه اینجوری ساخته، یه نوع تهدید ضمنی هم توش هست. به ملت میگه اگه من رئیس جمهور نشم میرم هنرپیشه میشم، فیلم اینجوری بازی می‌کنم خودتون در میارم. آره، یعنی اینجا مجبور میشم ملت من حتما رئیس جمهور بشی، باز بهتره تو این فیلم‌ها نیای تو شرکت کنی. و اما در سکانس پایانی فیلم دیگه اون کارگردان یا خودش هر کس که در جریان بودن خواستن یک حرکت آکت آس رو کنن، میاد با الگوبرده از سریال خانه پوشالی برمیگرده رو به دوربین پیام میده به بیننده. این حرف دیگه حرف آخرشه دیگه. لطفاً کمربندهای مخصوص پرواز خود را ببندید و پشتی صندلی خود را به حالت عمودی برگردانید. با ثبات و آرامش به مقصد خواهیم رسید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. این خیلی دیگه حد اکثر تمامندی بازیگری و سناریو، پیچیدگی سناریو همه چی تو اینجا بود. که دیگه اون جمله گفتش که با ثبات و آرامش به مقصد خواهیم رسید، اینم گفت سلام. این رسیدیم دیگه، تمام. یعنی با این صحنه سازی و تو یعنی باور کنی که ممنونم. این رئیس جمهور گیر اون اومده که همه چی میخواد درست کنه. ممنونم بابت رنجی که تحمل کردی و این مستند رو احتمالاً یکی دو بار تماشا کردی. واقعا دست درد نکنه، خیلی ممنون. حالا قسمت پایانی قضیه جنبندیش هم این هستش که این در واقع این مستند که ما دیدیم از یکی از این کاندیداشون انتخاباتشون خودشون گفتن یه قطبیه دیگه، تمام قطب دیگه که نمونده. اینم یه نمونه یه قطبی که الان باقی مونده. این بقیه‌اش میشه رو همین چیه حساب کرد بقیه‌شون چی هستن.